بهره خواهیم برد از سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای دکتر مجتبی صدریا با موضوع نحوه تعامل سنت و مدرنیته در معماری و شهرسازی ژاپن. توضیحاً من معرفی خیلی کوتاهی از این شخصیت گرانقدر میکنم. البته اگر همکاران لطف کنن با پاورپوینت هم نشون بدن. ایشون عضو انجمن جهانی طراحان شهری، عضو میزگرد جهانی فرهنگ در توکیو ژاپن، عضو هیئت امنای جایزه بین المللی معماری آقاخان، مشاور علمی کشور دانمارک از سال 2011 و با سابقه تدریس در دانشگاه‌های ژاپن، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا و کانادا، دارای مدرک دکترا در رشته‌های تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه وجود و پزشکی از فرانسه، حقوق بین الملل از آلمان و روابط بین الملل و مطالعات فرهنگی از کانادا هستند که شما به همین معرفی کوتاه فعلا بسنده بفرمایید. در میزگرد که با شرکت آقای دکتر صدریا خواهد بود، از بیان جناب آقای دکتر پاپولی در معرفی ایشون به صورت تخصصی تر بهره خواهیم برد. با تشویق شما از جناب آقای دکتر صدریا خواهش میکنم که برای سخنرانیشون تشریف بیارید. به نام خدا سلام عرض میکنم. این افتخاریه برای من دوباره در مشهد بودن. مشهد جای خوبیه، شما بهتر از من میشناسین. من آدم شیکمویی هستم، به شدت شیکمو هستم. مشهدی هم شیکمو هستن. من هر وقت ساعت 12 رسیدم یه جایی که به نظر من حاضرم یه مسابقه بین‌المللی با آقای پاپولی ازدی سازماندهی کنیم، از بهترین کوردون بلوهای فرانسه رو دعوت کنیم بیان و بریم 12 پیش پسران کریم و این مسابقه رو برگزار کنیم، ببینیم کجای فرانسه، کدوم آشپز فرانسوی میتونه به حرمت پیاز شرف گوشت رو به این حد بالا بیاره. خیلی کار بزرگیه. در مشهد دوستان زیادی دارم. 2 سال هست که من به مشهد رفت آمد میکنم، به این دلیل که توی ایته فرهنگ شناسی یه نظریاتی دارم که خواستن، حالا خدمتتون عرض میکنم، بعد که راجع به ژاپن بگم بیشتر متوجه خواهید شد. گهگاهی ماهی 1 بار میام، عده عزیزان محبت میکنن، جایی فرهنگ سرایی جایی میشینیم و راجع به این که چرا ما جامون تو دنیا اینقدر که بد فکر میکنیم نیست. جای ما توی دنیا اینقدر که حسرت آمیز فکر میکنیم نیست. موضوع امروز هم این نیست. خواستم بگم رابطم با مشهد چجوریه. در استان خراسان جای دیگه هم هستن که دوست دارم و اون نیشابوره، نه فقط به این خاطر که بهترین سبزیجات ایرانو داره و واقعا سبزیجاتش خیلی خوشمزه، می‌بینید من پایدارم به شکم بودنم، بلکه فکر میکنم ما یه بیوفایی کردیم راجع به خیام، یه بیوفایی بزرگ داریم راجع به خیام که محک من در این بیوفایی دیدن کاریه که ترکیه در قونیه با مولانا میکنه. اگر کاری که ترکیه در قونیه با مولانا میکنه بررسی کنیم، متوجه میشیم چقدر کار هست که در رابطه با خیام کرد و چقدر کار هست که باید در رابطه با فردوسی کرد.
بنابراین اومدن خراسان یه لذت. من تشکر میکنم از همه بزرگان مؤسسات و شخصیت‌های سازمانده این همایش. اگر اجازه بدید تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. با عرض معذرت از همه دوستان، من مخالفت و تضادی بین سنت و مدرنیته قبول ندارم. نتیجه صحبتم رو اول خدمتتون بگم. هیچ تضادی بین سنت و مدرنیته نیست، مگر اینکه ما یه تعریف عجیب غریبی از مدرنیته داشته باشیم. مدرنیته دموکراسی نیست. مدرنیته انقلاب صنعتی نیست. مدرنیته ساماندهی منطقی جامعه هم نیست. این سه تا جمله که میگم واسه مکتب تعریف مدرنیته فاصله میگیرم. مدرنیته یک اصل اساسی داره، ذاتشه. یه زمانی اروپا وایستاد اینجا گفت قبل از من قرون وسطاست، قبل از اون دوران باستان من مدرنیتم. ویژگی من مدرنیته چیه؟ یه نکته است و اون این که من به قرون وسطا انتقاد دارم، من به دوران باستان انتقاد دارم و هر کی هر انتقادی به من داره من میپذیرم. این هسته مدرنیته است. مدرنیته مبناش نقده، هسته مرکزیش نقده. به خاطر وجود نقد همه چیز پویا میشه، همه چیز رو دگرگون میکنه. نقدش هم لطیف، مهربانانه، خشن، بیرحم، هر جورش میخواید. مدرنیته نقد رو بهش مشروعیت اجتماعی داده. سنت میخواد چی بگه به مدرنیته؟ بگه با این جنبش مخالفه، اون جنبش زیاده رویه، اونجا به بشر صدمه زده. مدرنیته کف میزنه برای سمرنت، میگه آفرین، باریکالله، بازم بگو. هر جمله‌ای که علیه مدرنیته بگید مرکزیت جایگاه نقد مدرنیته رو تو روند و منطق مدرنیته تقویت کردی. هر جمله‌ای که در نقد مدرنیته بگید مدرنیته رو تقویت کردیم. مدرنیته از نقد نمیترسه. سوال اینه آیا سنت قادر است جلوی مدرنیته را بگیرد؟ خیر. سنت فقط یک کار میتونه بکنه، با مدرنیته درآمیزه و تکثر مدرنیته بیافرینه. مدرنیته‌ای برای هر جامعه‌ای و مدرنیته هایی برای هر جامعه. مدرنیته هندی با مدرنیته بنگلادشی، با مدرنیته چینی، با مدرنیته تایوانی فرق دارن. تشریف ببرین تایوان، کنش اجتماعی رو در تایوان ببینین، تشریف ببرین چین، کنش اجتماعی رو در چین ببینین. جفتشون مدرنن، جفتشون انتقاد دارن، روند نقدشون فرق میکنه. جفتشون هم سنت دارن، سنت رو در آمیختن، چیز دیگری ساختند. من راجع به یکی از این مدرنیته ها امروز میخوام خدمتتون صحبت کنم، ولی اول اجازه بدین با این لغت صحبت کنم. مثل اینکه همه اینا روشنن، فقط این یکی مونده. بذارین از این که همه اینا ناروشنن، این روشنه هم کنیم که روشنه زیاد روشن نیست. شهر چیه؟ چی بوده؟ چی هست؟ شهر ظالم تاریخ بشری بوده، مقر ظلم در تاریخ بشریه، اقلیت سلطه‌گر در تاریخ بشری بوده. همه جا
شهر منابع روستا رو با زور، با سیاست، با ایدئولوژی جمع میکرده، در درون خودش انباشته میکرده. همیشه هم اقلیت نشین بوده در طول تاریخ. من زمانی که 10 سالم بود یه ایرانی بود که درش 84% مردمم روستانشین بودن. 84% این مردم روستانشین بودیم. 84% ما روستانشین بودیم. در کشوری که 84% جمعیت روستانشین بود و 16% جمعیت فقط شهرنشین بود، شهر امکان بیرون کشیدن منابع از روستا رو داشت. به چه شکلی؟ به شکل مالک شهرنشین بود. عادی ترین شکلش این بود. مالک شهرنشین نقشش این بود که اتفاق تولید جای دیگه‌ای میافتاد، این از سود اون تولید بهره می‌برد. از ظالم تاریخی شهر شده مظلوم تاریخی. 74% جمعیتون تو شهرن؟ درست میگم آقای عزیزی؟ 74. دیگه این بیرون کشنده منابع در کشور نیست، این قاطبه اهالیه. بنابراین مسئله اینه که در درون شهر چه اتفاقی میفته و اون وقت این مسئله پیش میاد بین این شهری که در درونش چنین اتفاقی میفته و کماکان ایلات ما و روستایی ما چه اتفاقی میفته. من افتخار داشتم سالا پیش استاد پاپول یزدی رو تو ژاپن هم ملاقات کردم و با هم بس خندیدیم. ژاپن جای عجیب غریب دنیاست. اول براتون چند تا مثال بزنم چرا عجیب غریبه. به این دلیل که 1853 یه ناو آمریکایی به ناخدایی ناخدا پری اومد بندر یوکوهاما، گفت من یه نامه از رئیس جمهور آمریکا دارم، یا سال دیگه کشورتون رو باز میکنین به تجارت، روابط بین‌المللی، یا ما باهاتون میجنگیم. 1853 از 1853 تا به حال ژاپن تنها کشوریه که 2 تا بمب اتمی توش منفجر شد. ژاپن کشوریه که 13 پایگاه بزرگ نظامی آمریکا درش مستقرن. هنوزم سیاستگزاران آمریکایی میگن ژاپن بسته است، ما میخوایم ژاپن رو باز کنیم. این خیلی جالبه. تنها فحشی که ژاپنی ها به آمریکایی‌ها دادن یه تیتر یه کتابه، همتون میتونین این کتابو. یه کسی که بعداً شد شهردار و یه کسی که سابقاً رئیس شرکت بود. ژاپنی که میتواند بگوید نه. همین عنوان این کتاب اصلا بلبشویی را انداخت. ژاپنی که میتواند بگوید نه. این نه رو اون موقع که ما میخوایم نمیگه. این نه رو اون موقع که به نفعشه میگه. آره رو هم اون موقع که به نفعشه میگه. روی اینم بعد صحبت میکنم. بنابراین ژاپن جای خیلی عجیب غریبیه. همه ما توکیو رو میشناسیم. من سعی کردم یه خورده ببرمتون جای عجیب غریب تر و اینکه ثابت کنم چرا تضادی بین سنت و مدرنیته نیست. یه نمونه جهانی.
از اینجا به اونجا چیکار بکنم؟ بس شدیم. این شهر کیوتوه، توی منطقه کانسای ژاپن هست. شهرهایی که بهش نزدیک هست اوساکاست، کوبه، ناگویا وسط راه توکیو و کیوتو هست و شهر نارا. این هم جایگاه منطقه‌ای کیوتوه توی شرق آسیا. کیوتو چیه؟ کیوتو دومین پایتخت امپراتوری ژاپنه. اول یه چیزی براتون میگم از اولین پایتخت امپراتوری ژاپن. یه خورده صافتر بشینین. نه جدی میگم صافتر بشین. داره خوابتون میارین چه وقتی خود صافتر بشین. فقط برای این نمیخوام که خوابتون نبره. یه خورده با افتخار بیشتری بنشینید. در سالهای 625 تا 680 میلادی دو مسیر رفتن ما ایرونیا به شرق آسیا اتفاق افتاد. یه مسیر به گوانجو پایتخت کره بود، کره که تازه توسط دودمان شیلا شکل گرفته بود. دودمان شیلا در کره با یه مسئله مواجه بود و اون اختلافات محلی تقریباً قومی. پادشاه میترسید که مثل همه جای دیگه آسیا شاه رو با سم نگهباناش بکشن. شاه رو با سم نگهباناش بکشن. همه جای آسیا یه سنت قدیمیه، یا با سم میکشتنش یا با خنجر. ایرونیایی که رفتن در گوانجو میگن 20,000 نفر بودن. رقمش مورد بحثه. نخستین پادشاه دودمان شیلا در کره نگهباناش رو ایرونی انتخاب کرد و تو سنت شرق آسیا وقتی شاه میمیره مجسمه های نگهباناش رو میسازن و دفن میکنن. این مجسمه از زیر خاک اومد بیرون. اگه ببینید اینقدر جالبه، عین مجسمه های تخت جمشیده. موها فرفری، ریشا فرفری، ماشاءالله پر ریش. عین خودمونیم. ما نگهبانان نخستین دودمان سلطنتی کره بودیم. یه مسیر دوم هم داریم که مورد بحث بین ما و چینی ها. اونم این که میدونی یه آقای کانادایی هست، یه کتابی نوشته، یعنی 3 تا کتاب نوشته، خیلی مورد بحث اختلاف. یه استاد دانشگاه کار تاریخ مذاهب میکنه. ایشون مدعی تمام مذاهب دنیا رو ما ایرونیا ساختیم. بله، میگه کلیمیت رو ما ساختیم، مسیحیت رو ما ساختیم، اسلام رو ما ساختیم، بودایی رو هم میگه ما ساختیم. بین ما و چینی‌ها یه داد و ستدی بود که هر چند وقتی ما اونا رو کتک می‌زدیم، هر چند وقتی هم اونا ما رو کتک می‌زدن، بعدن گفتیم نزنیم همدیگه رو. و تو اون دنیای باستان اونطور که نمی‌زدن گروگان می‌گرفتن. یه شازده گروگان دادیم به دربار چین، یه شازده گرفتیم. اونی که گرفتیم نمی‌دونیم چی شده و اونی که دادیم یکی از مبانی ایجاد مکتب بودا در چینه. دودمان آن، اسمش خانواده و دودمان آن AHN آن، و اینها هنوز هم شجر نام آن در چین هست و اینا اولین کسایی بودن که اصلا بودا رو بردن. یعنی دو تا بحث تاریخی هست راجع به رفتن بودا به چین. یکی خط ایرانه و این دودمان آنه، یکی هم خط هنده. بیش از پیش پژوهشگران معتقدن این جناب آن یه کارایی کرده اون طرف و مکتب بودا رفته. از ایرونیایی که رفتن چین یه عده رفتن به نخستین پایتخت ژاپن که اسمش هست نارا. نارا نخستین پایتخت ژاپن بود و چند تا اثر به جا گذاشتن ایرونیایی که رفتن به نارا. به طور خارق‌العاده‌ای با خودشون عود برده بودن.
عود بون نه ها، عود ابزار موسیقی. در گنجینه امپراتوری ژاپن که سالی فقط 1 ماه به مردم نشون داده میشه، چیزایی که از ایرانیا برده بودن نشون داده میشه. شیشه بردیم، عود بردیم و سینی چوبی برجسته کاری شده که روش شتره. این 3 تا شیء که به نخستین پایتخت ژاپن بردیم و اینا اشیا هستن. یه چیز دیگه هم بردیم، چهارشنبه سوری. در نارا هر سال الان چهارشنبه سوری برگزار میشه و یه ویژگی داره، اون این که با بوتن برگزار میشه. میدونیم با چه میگفتیم، گون. و ژاپن گون خیلی کم داره، بنابراین نمیتونن برای همه این 1000 نفر یا هزاران نفر که میخوان چهارشنبه سوری برگزار بکنن نمیتونن گون بسوزونن. توی اون معبدی که معبد بودایی که چهارشنبه سوری تدارک دیده میشه، یه منقل کوچولو این وسط، کائنین دور منقل میدوان، بعد یه تیر، یه تنه درخت بزرگه، تو که این تنه درخت بزرگ گونا رو بستن، بعد این رو آتیش میزنن، میارن روی لبه معبد که یه ارتفاع قدی داره، این تیر رو میچرخونن، تیکه های گون پاشیده میشه رو سر مردم و مردم به طرف خودشون میکشن، به جایی که از روی آتش بپرن آتش رو، ذرات آتش رو به طرف خود میکشن. این خیلی مهم از نظر تاریخی. این نخستین اتصال فرهنگی و اثرگذاری فرامنطقه طبیعی فرهنگ ایرانیه. یعنی ما هیچ جای دیگه، ما 2 جای دنیا فرهنگ ایرانی فرامنطقه ایش خیلی تاثیر داشته. یکی این ماجرایی بهش میگن اومیزوتوری، تو معبد نارا برگزار میشه. یکی هم زنگبار و شیرازی است. زنگبار رو میذارم کنار، این رو لطفا مد نظر داشته باشید. پایتخت اول ژاپن نارا، پایتخت دوم ژاپن کیوتو. کیوتو بنابراین طولانی مدت ترین پایتخت ژاپنه. یه شهر کوچولوی گل منگولیه، فقط 1.5 میلیون جمعیت داره، فقط 1.5 میلیون جمعیت داره. حدود سالی 150 میلیون نفر از این شهر دیدار میکنن. حدود سالی 150 میلیون نفر از این شهر دیدار میکنن. این رقم حد اقله. چی هست تو این شهر؟ اولا توجه کنین، تاریخ شکلگیری نقشه در نقشه شهر سالهای 800 سالهای 900 نقشه داشتن از شهر و نقشه رو به اشکال مختلفی، چه در کتاب، ببینید این چیزایی که به ژاپنی براتون نوشته یه ترکیبیه از اسم محله، ترکیب محله، شغل اهالی مقیم محله و غیره. این توپوگرافی جایگاه شهره که اون تمرکزی که اون بالا میبینید، اون یه خورده نقشه صورتی مانند بنفشانن، اون چیزی که قبلا تو نقشه چارگوشه بیشتر نشون میده. این همون تیکه صورتی رنگی که قبلا دیدیم. میخوام سریعتر بیام چون صحبتی که براتون دارم هنوز تو مقدماتشم. این تصویر هوایی امروز شهر کیوتو.
این فضای جنگلی مرکز شهر و تعداد فضای جنگلی مرکز شهر اینجوری چندین و چنداز. این همون خط راهنیه که تو زلزله کوبه خوابید، اگر خاطرتون باشه. نمای شهر بس که خدمتون. بنابراین تا اینجا تو این عکسای هوایی که میبینیم چیز خارق‌العاده‌ای نیست، کاملا به نظر یه شهر مدرن میاد. اینم برای اینکه این ساختمون مرکزی که میبینید ساختمون ایستگاه قطار جدید کیوتو هست که سر تأسیس یا عدم تأسیس این ایستگاه در کیوتو به خاطر ارتفاعی که میبینید نسبت به هیته اطراف شهر داره، تنها باریه که یه شهر ژاپن رفت تا لحظه قبل از جنگ داخلی. یعنی مردم یک مقاومتی در قبال ساخته شدن این ایستگاه کردن که خارق‌العاده بود. بعد توضیح میدم که چجوری این مقاومت‌ها شکل میگیرن. سنت و مدرنیته. این کیمونو پوشیدن و هیچ خانمی به تنهایی نمیتونه تنش کنه. کیمونو 4 لایه داره، فقط 3 لایه زیرین کمربند داره که اگر درست نبندید یه چیز مزخرفی میشه. آخرین لایه‌اش که روی این پشتی مخصوص رو میذارن، این تقریبا ساده ترینه، ولی اون 3 لایه زیرش سخته. ما خیلی این فیلم اوشین که یه مقداری خاطرخواه زنای ژاپنی تو مردای ایرانی به وجود آورد، نسل جوان نه نسل قبلی، خیلی به ما این وهم رو داد که خانم‌های ژاپنی چطور در خواب بیند هم ندن. اصلا از این راجع به زنای قاره آسیا، راجع به زنای آمریکایی هر چقدر ضعف میخواین فکر کنید، راجع به زنای آسیایی هر کی فکر کنه ضعیفن. بله، اینها بناهای نوان که به سبک قدیم ساخته شدن، به هیچ وجه ادعای سنتی بودن ندارن. کیوتو دیدید اطرافش کوه داره، این مناطق کوهی رو نخواستن ساختمون بلند بسازن، جواز ساختمون بلند به مناطق کوهی اتفاق ندادن. اینها رستوران های شبانه است، حالا از زوایای مختلفش می‌بینیم، ولی اون چیزی که مهمه این کاشیکاری، این سفالکاری روی پشت بومه که تمام این ساختمان ها می‌بینین سفالی هن. توی بحث سنت و مدرنیته ما خیلی اصرار داریم و دوستانی که این فیلم کلیپی که نشون دادید میخواستین بروز بدید، وقتی اومدید تو بخش مدرن و حرکت آرام رفتین تو بنای مذهبی. اینا دارن بر میگردن، اینا دارن میرن. تراکم جمعیت میبینید تو یه شهره، روز اول ژانویه است. این بالا چیه؟ اونجا یه معبده. 90%، 99% سالم باشن، راه برن، چرخ داشته باشن، هرچی. ژاپنی‌ها روز اول سال نو میرن تو معبد، دعا میخونن، نماز میخونن. چرا؟ تا اینکه سال برشون خوشبختی بیاره، برکت بیاره. این کارت رو هم نبازن، همه میرن و یه مراسمی داره، عود باید بسوزونین، پول باید بندازین و آقای معبد اون روزا پول در میارن، خیلی وضعشون خوب میشه. این درست جلوی اون ایستگاه هست. اینم یه بعد دیگه یه سنت تو ژاپنه. من معذرت میخوام به دلیل نوری که شما رو باید دید، از اینجا نور تو سالن هست، شاید اینو خوب نبینید. این یه ساختمونیه که تقریباً به ارتفاع 3 تا 4 طبقه ساختمون میرسه. چوبه، روی چوب ساخته شده. 200 تا مرد و زن با لباسای خاص زیرش را میرن، اینو از یه معبد میارن به یه معبد دیگه.
تابستون تا دلتون بخواد همه جای ژاپن اتفاق میفته. شهر کیوتو غیر از اون بخش کوهیش در وسط شهر تا دلتون بخواد با دوچرخه میشه زندگی کرد. این باز اون بخش کوهیه و سراشیبیهاش. شهر کیوتو حالا باز براتون صحبت کنم. این یودوفو، اخیراً تو ایران توفو محبوبیت پیدا کرده. توفو تقریباً 40 نوع مختلف داره، انواع مختلفی داره. از جمله انواعش نوع ژاپنی له کردن و مالیدن نخود برای اینکه خمیر توفو شکل بگیره با نوع چینیش فرق داره. یو توفو یعنی خاطرتون جمع باشه به شکل ژاپنی درست شده. این پس کوچه است به معنی واقعی. خونه‌های ژاپنی پیش کوچه داره، پس کوچه داره، دو نبشن عمدتاً. میدونین ژاپن یکی از عمده ترین مکاتب معماری مدرن و پست مدرن رو داره. اسامیشون رو همتون از من بهتر میشناسین. معماری ژاپنی یه اصلی توش هست که نمای شهر باید بسازه، ornamentation of city، و جزء ضوابط شهرداریه. وقتی مجوز صادر میکنه به همین سادگی ها اینقدر فضا از بنا بیرون گرفته و این جزء نمای شهره. یعنی شما تو کیوتو رد میشین مدام این درختی که این پایین میبینین بخشی از نمایی به عنوان بخشی از نمای شهر امتیاز داده شده. این ساختمون رو نگاه کنید. من خودم لااقل هر بار کیوتو بودم 30 نفر 40 نفر در حال عکس گرفتن از این نما و جزئیات نما و یادم تخیل راجع به این که نما یعنی چی. توضیح معماری ببخشید الان نمیتونم بدم. این یه بنای یکی از اساتید بزرگ معماری ژاپن هست. این یکی از بزرگترین کارخونه های کیوتو، الان 23 سالشه. یعنی من 8 سال پیش از ژاپن اومدم، این 15 سال قبل از اون موقع ساخته شده بود. این موزه ملی کیوتو. این بناهای توی دانشگاه کیوتو هست. یکی از بهترین کنسرت هالای کیوتو هست که خورده با کارهای گنده‌ای که مثلا دوستان استرالیایی یا آفریقای جنوبی دوست دارن انجام بدن فرق داره، در این حال که چیزی که میسازه خیلی وسیعه. این مرکز کنفرانس های بین‌المللی کیوتو که اگر لویی کان بود میتونست ادعا کنه که از کارهای اون کپی شده، با این تفاوت که این سازه و ساختار و این فرم کاملا از معماری سنتی ژاپن نشأت گرفته. این ایستگاه مرکزی کیوتو هست که بحثشو میکردم. این درون ایستگاه هست. این ته ایستگاه. این پنلای روی ایستگاه هست که کاملا متحرکن برای دریافت نور، جلوگیری از باد. این یک کارخونه است. تو این کارخونه این رو میسازن. نوعی لباسای مخصوص ژاپنی هست که باور کنید گرونن، برای آقایونه.
نمای بیرونیشه، ارتفاعش فقط این بخش سیمانی این کارخونه است، اون پشتش مجموعه مسکونیه. یکی دیگه از موزه های شهره. یه ماجرای عجیب غریبی که ژاپنی ها دارن، طبق آمار 98% ژاپنی ها مذهبشون شینتوه و 99%شون بوداییه. وقتی این وسط 100 چی میشه؟ یه ماجراست. به این دلیل که میدونین توی مذهب هم شینتو هم بودا ورود به محل مقدس دروازه‌ای داره که میگن من، که من رو توی از زبان چینی هم به همین شکل میگیرن. کاراکتر چینیش هم خیلی به این نزدیکه. وقتی میخواین برین زیارت به یه معبد، مثل اون موقع که زیارت تو همه دنیا معنای نزدیکی داشت، یه فاصله رو باید راه برید. تو این پیاده روی که میرید از مسکن، از هر جا تا معبد، یه اتفاقی تو شما میفته که آماده دعایید. بنابراین یه خلأ فضایی اطراف معبد، به خصوص معبدهای بزرگ هست که خیلی آگاهانه غیر از گل و گیاه چیز دیگه ای نیست، فقط برای اینکه اون کسی که زیارت میخواد بکنه فرصت درون نگرین رو پیدا کنه قبل از اینکه برسه به اون محل. من هیچ انتقادی الان راجع به هیچ چیزی نمی‌کنم. الان پس کلم اصلا اینکه یه جای دنیا یه کار بدی داریم میکنیم اصلا نیست. من دارم میگم محل زیارت یه فاصله داشته. متوجه هستین؟ یه فاصله که درش تهی بودنی هست. اینا همش موزه هستن و همدن میخوام ابعاد موزه ها رو ببینین و نوعی که این بنا میاد توی شهر و میشه بخشی از نمای شهری. ببخشید مجبورم تندتر برم. جزئیات اینا خارق العاده‌اند. موزه آب شهر کیوتو. فکر کنم انقدر بستمونه. من میخوام برم توی بیشتر بحث تحلیلی من اجازه بدین. خب یه مؤسسه‌ای هست به اسم مرکز توسعه شهری در کیوتو. مرکز توسعه شهری در کیوتو. مرکز توسعه شهری در کیوتو هیچ تصمیمی راجع به یک تغییر نسبتاً عمده در کیوتو نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه مرکز توسعه شهری تاییدش کنه، تصویبش کنه. کی تو مرکز توسعه شهری میشینه؟ نمایندگان شهرداری، بزرگان شهرداری، سلام عرض میکنم با تمام ابهتی که دارید. نمایندگان شهرداری در کنار نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی، در کنار نمایندگان دانشگاه‌های شهر کیوتو، در کنار NPO ها، سازمان‌های غیر سودجو، غیر انتفاعی، در کنار نمایندگان نهادهای غیر دولتی و در کنار گروه‌های شهروند. نمایندگان گروه‌های شهروند، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، نمایندگان سازمان‌های غیر انتفاعی، نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی و نمایندگان شهرداری کیوتو. شهردار کیوتو خیلی قدرتمنده. همه اینا رأی مساوی دارن. همه اینا برای اون تصمیمی که تأثیر میان مدت و نسبتاً مهم برای شهر داره رأی مساوی دارن. خب یه NGO رو در نظر بگیرین، میدونین که تو همه جای دنیا 80% نیروی NGO ها
صرف این میشه که هر سال بودجه خودشون رو تأمین کنن، چون NGO به حسب تعریف منابع دولتی در اختیارش نیست، باید منابع جمع کنه که بتونه زندگی کنه. حالا یا 2 تا منشی رو باید پولش بده، یا دفتر رو باید کرایه‌اش بده، هرچی. همه جای دنیا همین. NGOیی که امکاناتش انقدر محدوده چجوری بیاد بشینه کنار نماینده شهرداری که قدر قدرت 1، 2 صلاحیت داره، خیلی هم صلاحیت داره. صلاحیتش از کجا میاد؟ برمیگرده به 2000 سال پیش. به کی؟ همتون میشناسینش. 2000 سال پیش یه آقایی به اسم کنفوسیوس توی چین سیستم کنکور با ورقه بدون هویت، این کنکوری ما الان میدیم، ما 2000 خورده سال پیش آقای کنفوسیوس این نوع سیستم کنکور با هویت نشناخته شده کاندیدای چی؟ کاندیدای مقام اداری. هر کی میخواد کارمند بشه، یکی با استعداد 10 سال درس میخونه، یکی مثل من کنده 40 سال باید درس بخونه، ولی باید بیاد اون 3 روز کنکور رو بده. ورقش هم اسم نداره، منطقش کجاست معلوم نیست. یعنی نخبگان چین میتونستن برن تو دربار امپراتوری چین و بیروکرات بشن. نخبگان شهر کیوتو تو شهر کیوتو مسئولیت دارن، مقام دارن. شما نمیتونید زیر سوال ببرید چه مأمور ثبت احوال، چه مأمور شهرسازی که توی شهر کیوتو کار میکنه با صلاحیت ترین فرد ممکن نباشه، اصلا بحثی نداره. این آدم بیاد همونقدر رأی داشته باشه، نماینده یه NGO که اصلا ایدئولوژیک هم هست، پدر سوخته ها، 1/3 اعضای شوراهای شهر 11 محله کیوتو کمونیستن. بعد این باید بره با نماینده اونا یه جا بشینه، هم رأی باشن، هم تراز باشن. کاش که فقط این بود. این شهرداری مسئولیت داره، منابعی که از مالیات مردم میگیره، نیروهای انسانی که تو شهرداری هستن، کارشناساشو در اختیار NGO قرار بده که NGO سوادش بالا بیاد که بتونه مخالفت کنه با شهرداری. NGO رو سوادش بالا نمیبره که یواشکی خط بهش بده. NGO رو سوادش بالا میبره که این چالش به سیاست گذاری شهر اتفاق بیفته. اون لغت اولم بود راجع به شهر. حالا چالشش اینه، شهری که اکثریت مردم داره توش زندگی میکنه، در ژاپن 11% جمعیت خارج از شهرن، شهری که اکثریت مردم درش زندگی میکنه، باید سیاست گذاری رو این اکثریت بتونن چالش بکنن و برای اینکه بتونن چالش بکنن باید صلاحیت دار بشن، باید فرهنگ چالش رو یاد بگیرن. اون دیدین بعضی وقتا تو فیلم‌های خبری مصاحبه کجا بود؟ اردن بود چند روز پیشات، یه میز گرد بود، گرد تلویزیونی بود، یه نفر طرفدار A این ور نشسته بود، طرفدار B اون طرف نشسته بود، یه گرداننده واسه نشسته، میز رو بلند کردن زدن تو کله هم دیگه شکستن. شما نمیتونی بری توی مرکز سیاست گذاری شهر کیوتو یقه یارو بگیری بگی آقا من باید مخالفم، پدرتم در میارم، پدر بزرگتم در میارم. این حرفا نداره. شما اینو باید تربیتش کنی که بتونه بیاد بگه با چی مخالفه، چه جور مخالفه، چه جور تغییر بکنه بهتره. یعنی از منابع عمومی استفاده میکنه برای اینکه سیاست گذاری چالشاشو قبل از اجراش پیدا کرده باشه. اگر چالش ها رو انجام ندیم، نتیجهش اینه که بهش میگن اما نوبری. اما یعنی آسمان، اما نوبری یعنی رفتن به آسمان.
بیروکراسی خودش رو خدا میدونه. امن‌آوری کرده، اون بالا نشسته، حالا از اون بالا دستور میده این پایینیای بدبخت فرمان ببرن. خب این در تضاد با اینکه یه شهری که میخواد با هم زندگی کنه، ماهیت شهری که مال 2014 است اینی که مردمش باید میل داشته باشن با هم زندگی کنن. خیلی سخته. فقط به یه شرط ممکنه همه اون مردم در روند تصمیم گیری راجع به شهرشون امکان بیان داشته باشه، اون هم امکان بیان نظرمند. میدونین قانون اساسی ژاپن رو بعد از شکست ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها براش نوشتن. توی قانون اساسی که نوشتن ژاپن رو یک کشور سکولار معرفی کردن. یعنی دانشگاه توکیو، دانشگاه کیوتو، 11 تا دانشگاه بزرگ امپراتوری سابق که شدن دانشگاه دولتی، اینها اصلا سکولارن. یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علمی ژاپن دانشگاه کیوتوه که یکی از این دانشگاه سکولاره، ولی در شهر کیوتو 12 تا دانشگاه بودایی هست و 3 تا دانشگاه مسیحی. اون نماینده‌هایی که میان تو اون جلسه توسعه شهر کیوتو، این دانشگاه‌های مسیحی، اون دانشگاه‌های بودایی و اون دانشگاه سکولار همشون حق حرف زدن دارن. هر مؤسسه یک رأی. چرا؟ بر حسب تصادف یکی از دانشگاه‌های بودایی هست که بزرگترین جامعه شناس ژاپن اونجا تدریس میکنه. کاملا تصادف. ایشون قبلا یه دانشگاه دولتی بود برای اون. نظرش راجع به شهر کیوتو، تحول اجتماعی فرهنگی شهر کیوتو حیاتیه. این فنی حرف نمیزنه، این اجتماعی فرهنگی حرف میزنه و وقتی حرف میزنه حرف رو هوا نمیزنه، از عنوان استادیش استفاده نمیکنه، مسئله رو بهش برخورد میکنه و ظرفیتش رو داره. مال دانشگاه بوداییه، مال دانشگاه عظیم کیوتو نیست، مهم نیست، در سیاست گذاری اثرگذاره. این روند یه اشکال بزرگی داره عزیزان من، خیلی اشکال بزرگیه ها. اگه گفتین چیه؟ تصمیم گیری کنده. ژاپنیا، من این تجربه کردم براتون تعریف کنم. یه زمانی عزیزان یه نمایندگی بزرگی از ایران اومد، هم از شخصیت‌های عظیمی مثل شما بودن. چون من تنها کسی بودم که در شرایطی بودم که هر دو تا اتاق تدارک کنفرانس برم، این اتفاق افتاد. تو اتاق هیئت نمایندگی ایران همه چای می‌خوردن، بیسکویت می‌خوردن، شیرینی می‌خوردن، جوک می‌گفتن. تو اتاق هیئت نمایندگی ژاپن دعوا بود. هر کدوم از این بیروکرات‌های بزرگ رو حرفش ما میستاد، دفاع میکرد، داد میزد، رو میز میزد. وقتی هیئت نمایندگی ژاپن اومد توی جلسه کنفرانس یه حرف داشت. وقتی هیئت نمایندگی ایران اومد ماشاءالله هر کدوم یه حرف مختلف داشت. چون اونجا داشتن چای میخوردن. چی میگن ژاپنی‌ها؟ میگن کنسنسس بیلدینگ. باید اجماع بسازی. اجماع رو میسازه میاد. معاون وزیر خارجه باشه اجماع رو باید بسازه. تو این مکانیزم اجماع سازی یادتون نره سازمان توسعه شهر کیوتو هر نهادی که وجود داره یه رأی داره. یعنی شما به عنوان نماینده این قدرت بزرگ شهرداری کیوتو رأیتون وزنش همونقدر که اون انجیو کوچیکه که 15 نفر توشن و اون ایدئولوژیک هم حرف میزنه. قبلا شما کار کردین، تقویتش کردین، پرونده بهش دادین، عناصر پیچیدگی پرونده رو بهش دادین، حالا تازه باید اجماع رو بسازی. همه غربی‌ها میگن ژاپنی‌ها تو تصمیم گیری کندن. درست میگن. برای اینکه بین خودشون تو روند تصمیم گیری تناقض و تضاد پیش نیاد. این
پزشکا بهتر از من میشناسن دیگه خانم دکتر. پیشگیری بهترین راه علاجه. پیشگیری میکنه اون هزینه گزافی که بعدش قرار بپردازه. پیشگیری میکنه، پیشگیری کرده. دموکراسی اگر به معنی رأی دادن باشد، میتواند یک اقدام فرمل بشه. دموکراسی اگر به معنای پذیرفتن نظر باشد و تعامل نظرات موجود در یه بافت اجتماعی، یه شهر، یه جامعه، ضرر داره، خیلی ضرر داره. اینکه روند رو کند میکنه. وقتی شما احساس میکنین خیلی نابغه این، تصمیم میگیرین و با تمام نبوغتون پدر مردم در میارین. و اینکه اصلا اجماع اتفاق نیفتاده، نظر نشنیدید. یکی از مسائل اساسی تحول فرهنگی ظرفیت شنود. من یه زمانی توی گفتگو کار میکردم، بعد اومدم تو گفت و شنود کار کردم و حالا توی شنود و گفت کار میکنم. جامعه که درش ظرفیت شنود بالا باشه، بالا باشه، شتاب تحولش خیلی بیشتره از جامعه که درش همه آدما آمادن که اون که حرف میزنه ساکت شه تا نه اینکه به حرفش برخورد کنن، حرفی که قبل از که اون حرف بزنه کلش بوده بیان کنه. تو کنفرانس‌های بین‌المللی خیلی دیدیم. شنود یعنی اون صحبت رو شما اثر داره، برای شما داره صحبت میکنه. کجای شما نشسته این صحبت؟ توی این مکانیزم شنود و گفت کیوتو مسئله 12 تا دانشگاه بودایی، هر دانشگاهی لااقل بگین 120 تا استاد فول تایم داره. این چقدر ماده خاکستری داره حرف میزنه، داره کار میکنه. این حرف داره راجع به روند تحول شهر. این چالش برانگیز تو روند تحول شهر. کیوتو اینقدر شهر مطبوعیه، خیلی شهر مطبوعیه، امن‌ترین شهر دنیاست. دوچرخه‌تون رو احتیاج نیست حتی قفلش کنید. خیلی شهر امنیه. برای چی؟ برای اینکه این شهر رو شهرونداش مالکشن. مهم هم نیست جایگاه اجتماعی چقدر بالاست، چقدر پایینه، چقدر وسطه. نقش داشتن در اینکه آیا ارتفاع ساختمون‌ها کجاها چقدر بشه، پهنای خیابون‌ها چقدر بشه، چقدر نباشه و. این در همامیزی سنت و مدرنیته تحت هژمونی اجتناب ناپذیر مدرنیته، در همامیزی سنت و مدرنیته تحت هژمونی اجتناب ناپذیر نمیتونید جلوی مدرنیته رو بگیرید. مدرنیته ظرفیت انتقاد داره. انتقاد پویایی آفرینه. انتقاد غر زدن نیست. انتقاد توانایی بر طرح، به رسمیت شناختن، شرایط یابی، علت یابی یه مسئله است. 4 تا شرط داره. 1 باید پذیرفت یه مسئله وجود داره. 2 باید پذیرفت شرایط بروز مسئله چیه. 3 علل بروز مسئله چیه. 4 راه حلش چیه. انتقاد یعنی این. بنابراین اگر بتونیم چنین عناصری رو درک کنیم که چرا مدرنیته قادره با این 4 تا عنصر بگی آقا جان حرفت چیه، اون وقت میتونید ببینید چرا امکان امتزاج سنت و مدرنیته هست. مدرنیته جا باز میکنه برای نقد سنت، کار داره با نقد سنت، برای اینکه سنت اجازه بهش میده خودش رو تصحیح کنه. من گفته بودید 1 ساعت وقت دارم، 51 دقیقه استفاده کردم. مرسی. بسیار متشکریم و
بهره بردیم از فرمایشات ارزشمند جناب آقای دکتر صدریا